امروز آخرین روز تابستون خیلی ولی امروز میخوام با یک عالمه خاطره خوب تمومش کنم. الان دارم میرم سرم بزنم ولی خب بقیه‌اشو با خاطرهای خوب میگذرونیم. مثلا تو این اینستاگرام وقت میخواد چیزی آنباکس کنه. خب زهر مار سرم زنان سرم ما تو راهیم با وانت آبی راه کن منم نشون بدیم منم گناه دارم. ما داریم میریم به سمت شهربازی ارم عروس. وای ولی من خیلی اون خانم رو دوست دارم. حالا هر زمان عروس بشم. عروس؟ تو کدوم عروسی؟ عروس؟ یه زمان اگه عروسی کنم یعنی عروس بشم واقعا میرم همون سالونه. شاید فکر کنم خواهر باشن نمیدونم ولی جفتشون خیلی کارشون خفنه. آره خلاصه داریم میریم ارم. اول می‌خواستیم بریم کوروش ولی دید چی نداشت. چی؟ دیگه داریم میریم ارم دیگه. ببین من کلا آدم ترسویی نیستم و اینا که مثلا عاشق ریسک و هیجان و اینا مثلا برج میلاد هست یه چیزی هست خودم می‌دونم من عاشق اونم دلم می‌خواد خودم پرت کنم پایین اونجا ولی خب هیچ کس با هم نمیاد می‌تونی و الانم فکر کنم نصف دستگاه رو امیدوارم با هم بیاریم سوار شیم. من نمی‌دونم ببین ابوهاتون می‌کشونم میارم میگه بعد سوار شیم. من گلوم خیلی میسوزه انقدر داد و بیداد کردم میدونی یه ذره سنم خشم فردا شد زدیارتا شدم. فردا یک مهر دیگه ناخونامو امروز رفتم ریموو کردم ببینید دانش آموزی شدم. فردا شما بالا میشیم این مرسی مت لنگزار میخوابم. خدا رو شکر خلوته خیلی خلوته. خدا رو شکر خدا رو شکر خدا شکر. ای آدم از کجا فهمیدی بچه کرجا 38 کرجا پارک کردیم و من طبق معمول WC دارم و دنبال WC ام. سگ هوا سرده منم شلوارک پوشیدم. ما میگن که اول با این شروع کنیم. مبینا معتقده که این خیلی نرمه واسه شروع ولی من فکر نمی‌کنم این نرم باشه. همین این خب بله فهمیدم. مامانم گفته بود ارم نرو. اینجا ارم نیست. خیلی بد بود ولی حالا من انقدر جیغ زدم صدام گرفت انقدر که مبینا فوش شدم در واقع. فقط من فکر موقع نرمه ولی خیلی حال داد ولی یه ذره آره ریده بودم. ببین من کلا آدم ترسویی نیستم. میخوایم سقوط آزاد بریم چقدر بلنده. ببین که اینجا نرفتم همین سقوط آزاده خیلی نرمه ولی خیلی بلنده ها. یه واقعی ریدم ببین دستم ولی خیلی حال داد. میشه دوباره بریم؟ واقعا حال داد دلم خود دوباره برم. ببین تا بالا میرفتش مشکلی نداشت ولی یهو وقتی خودتون پرتت میکنه پایین تمام بدنت انگار اصلا خیلی وحشتناکه ولی خیلی حال داد. من دوست داشتم. صورت از نرم فکر کنم این بوده. این واقعا نرمه. من دوست دارم. من خیلی دوست دارم اینو برم ولی بچه‌ها بام نمیام میگم مسخره است. بابا همش میگم ولی نمیام. الان داریم سمت اون چیزا هست ویه بعد با این چیزا بعد من زیپ لاینم خیلی دوست دارم. زیپ لاینم بعد برم. اینو می‌خوایم بریم. اینم خیلی باحال باشه. بچه‌ها بدترین جای این میدونید کجاست که این دو تا دایره است. شما رو به آسمون باشید پشتتون به زمین باشه نمیدونید کی قراره ول بشه. خیلی بده. خیلی روحت همونجا میمونه بدنت میاد پایین. میکنم که نمیخوام بیام. وای من نمیام آقا بچه‌ها واسه ما ریدیم. بنده خدا رو نگاه کن تو آرامش تو ماشین نشسته داره تکون میخوره بعد ما این اسکله داریم میریم اینجا. ببین ریدم ترین جای ممکن بودم من یعنی اینجوری بودم داشتم میافتادم. ببین خیلی بد بود خیلی. بچه‌ها اگه من دارم گوشت دارم چون ریدم میشم. هم دقیق توضیح بدم ما اون نقطه بودیم خب بعد دو تا چیز دیگه ما اون بالایی بود بعد من داشتم اینجوری بودم خب خیلی بد بود. خیلی جهاد من در همین حد سالم و مفید متنفرم ازت. ترس افتاده اومدم یا اول خیلی حال داد ماشین کوبنده واقعا. این دوتا عوضی هم همه منو میزنن. ترس افتاده اومدم یا اول من داریم میریم تا پرنده. از تا پرنده زیاد خوشم نمیاد
ولی داریم میریم دیگه. سوار شدیم ولی مبینامون بیرون وایساده چون دوتا بود دیگه. حالا ببینیم چی میشه. کتونی خیلی سرده، یعنی قشنگ من دارم یخ میزنم و شلوارکم پام کردم اصلا دیگه نگم واسهتون. میریم این چون این خیلی حال داد، خوش گذشت خیلی، چون دیگه ترسمون هم ریخته بود ازش، خیلی خوش گذشت، بعدش لذت می‌بردیم. اومدیم یه چیزای کوچولو بخوریم، بعدش هم بریم سمت خونه. سردی بود اومدیم تو نشستیم، بعد دقیقاً روبروی این چیز اسمش چیه؟ اسپیلیت یا اسپیلیت روبرو اون دقیقاً نشستیم. امروز با شما دوتا هم به امروز از 10 شهر نمره میدیم. چقدر بهتون خوش گذشت؟ بگو. هر روزی با شما باشه خیلی خوش میزنه. 10. شما بگو. واقعا 10. به من 100. واقعا به من خوش گذشت. مثلا بدتر بود، یعنی واقعا ترسیدی. شما اول بگو. سقوط آزاد. سقوط آزاد؟ سقوط آزاد واقعا یه لحظه روح حتما. اسکیت؟ یه لحظه. منم میگم اسکیت. چرا؟ چون من و مبینا خیلی جای بدی بود. اینجوری افتادیم میافتادیم. ببین سقوط آزاد بزنین بگم سقوط آزاد یه لحظه بود. ولی اون همون سقوط آزاد بود ولی هی اینجوری میشد. بعد جای من و مبینا افتضاح بود. افتضاح. بگو. در آخرم اسپانسر این برنامه اسپانسر کش مانی ATM. آقا وقتی دست شما در کنید که ما رو آوردی شهر بازی. قربون شما. با تشکر از آقا وقتی. از همه به نظر تو بهتر بود. اول شما بگو. اول مبینا بگو. شما بگو. اولی که دوباره آخرم رفتی شما بگو. من اسکیت. دیوونه این مازوخیسم داره بچه‌ها بلش کن. ما نتیجه میرسیم که جاش از همه بهتر بود. چون واقعا جاش خوب بود. چون واقعا جاش خوب بود. خیلی هم جاش خوب بود. دروغ نگو. واقعا جاش خوب بود. من از همه من و مبینا جامون از همه بدتر بود. میریم سمت خونه. امروز خیلی خوب بود. مرسی که تا اینجای ولاگ دیدین. کلی ماچ بهتون با کلی ولاگ دیگه ان شاءالله میایم پیشتون. فعلا ببین